سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز در خدمتتون هستم با یک آموزش اینکه چطور میتونیم با استفاده از اسکرین فراگ یک رنگ ترکر برای خودمون درست کنیم و این رنگ ترکر رو حالا بیایم به شکلی در واقع اتوماسیونش کنیم، وصلش کنیم به دیتا استودیو و گزارشش روزانه بگیریم. با فرضاً یه 2 دقیقه در روز میتونین این رنگ ترکر رو آپدیت کنید و توی پروژهاتون ازشون استفاده کنید. خب مسلماً واسه پروژه‌های اسکیل بزرگ و متوسط استفاده از این روش خیلی کارساز نیست، اونم به دلیل اینکه تعداد ریکوست که خیلی بره بالا ممکنه آی پی ما از طریق گوگل در واقع شناسایی بشه و توی بلک لیستش قرار بگیریم. و حالا میتونیم از مثلا روشی که ممکنه وجود داشته باشه از پروکسی استفاده کنیم توی اسکرین فراگ، ولی باید این رو توجه داشته باشیم که این پروکسی باید قابلیت اینو داشته باشه که بتونه گوگل رو پس کنه و اگر این اتفاق نیافته خب ممکنه عملا فایده ای نداشته باشه. اینجا یک شمای کلی داریم از این که قراره چه پروسه‌ای طی کنیم و چه اقداماتی انجام بدیم. خب مسلماً حالا توی پروژه کوچیک ما میتونیم استفاده کنیم از این در واقع روش و صرفا این آموزش حالا میتونه علاوه بر این که اون رنگ ترکر میتونیم داشته باشیم، پروسه هایی که در واقع توی این در واقع قدم هایی که توی این پروسه انجام میدیم هر کدوم به شکلی میتونن باعث اینکه بیاد میکس شه با روش های دیگه و حالا خلاقیت یا هر چیزی دیگه و کارهای دیگه انجام بدیم باشون. همین که خب ما بتونیم سپ رو در واقع اکسترکت کنیم با استفاده از اسکرین فراگ، کارهای دیگه هم میتونیم انجام بدیم. این به نوعی فقط حالا درست کردن رنگ ترکر هست. اینجا یک شمای کلی از چیزی که در واقع قرار هست اینجا طی کنیم داریم میبینیم که ما URL ها رو استراکچرشون رو درست میکنیم، بعد یک کانفیگ میسازیم در واقع توی اسکرین فراگ رو بعد در واقع اسکیجولش میکنیم و مسئله‌ای که اینجا هستش میتونه خب یک روش لوکالی باشه و یک روش این که اسکرین فراگ رو روی در واقع یک VPS سرور بالا بیاریم که خب فرقش اینه که شما اگه لوکالی این کار بکنید در واقع تایم رو اون روز، یعنی اون روزی که اون تایم رو برای در واقع تایم بندی ست کردین که به صورت اتومات خودش کرال رو انجام بده، باید سیستم روشن باشه و اینترنت وصل باشه و به این ترتیب. اما مزیتی که سرور و VPS حالا میتونه داشته باشه اینه که خب یک مزیت بزرگش اینه که خب به سیستم فشار نمیاد. اون تایمی که این اتفاق داره میفته میتونه رم رو درگیر کنه، اما خب خیلی این کار اونقدر سنگینی نداره چون تعداد URL ها زیاد نیست، اما خب به هر جهت واقعا در دراز مدت میتونه تاثیر داشته باشه. مزیت دومش هم که خب اگه روی سرور بالا بیاد خب سرور 24 آنلاین هستش و ما نیاز نداریم که اون تایم و اون ساعت خودمون در واقع آنلاین باشیم. بعدش در واقع یک کلین دیتا داریم توی گوگل شیت یا حالا اکسل، فرقی نداره، و اینکه در آخر میایم وصلش میکنیم به دیتا استودیو، یعنی در واقع لوکر استودیومون، دیتا استودیو قدیم، و گزارش رو میگیریم. خب وارد مرحله اول و قدم اول میشیم. در واقع کاری که باید انجام بدیم، ما URL هامون رو باید بسازیم. خب این URL که باید بسازیم، فرضاً ما برای کیورد قیمت گوشی سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ یا در واقع پترنی که گوگل این سرچ رو برای ما انجام میده، توی گوگل این سرچ رو انجام میدیم رو
ما کپی میکنیم و در واقع تا اینجاش رو نیاز داریم. حالا اینا هم انجام داده بودم، میخوایم دوباره انجام بدیم که مشخص بشه. و در قدم دوم کیبورد هامون رو وارد میکنیم. مثلا خب حالا این کیبورد رو من اینجا نوشتم، من اینا رو کپی میکنم. توی قدم سوم ما پترنی که داریم میتونیم در واقع تعداد ریزالت هایی که میخوایم توی صفحه اول ببینیم رو وارد کنیم. یه اند میذاریم، در واقع نام تعداد، حالا ما 10 میزنیم، یه اند دیگه میزنیم و GL سایه لوکیشن. این رو هم به همین شکل میزنیم، کشیم پایین URL ها رو و اینجا میخوایم این پترن رو بسازیم. خب برای اینکه این سرچ انجام شه، خب اگه ببینیم یه بار دیگه بین کیوردها به علاوه است، ما همین پترن رو باید اینجا درست کنیم. خب با استفاده از تابع concatenate سلول اول میگیریم، دوم و 13. خب اتفاقی که اینجا میفته میبینیم که بین اینا در واقع فاصله نیست. ما اینجا یه تغییری باید ایجاد کنیم و میایم در واقع توی این فرمولمون یک فرمول دیگه برای سلول دوممون، یعنی در واقع ستون دوممون وارد میکنیم. این رو پاک میکنم. تابعی هست به اسم substitute که میگیم کدوم ستون رو میخوایم، این ستون، و در واقع ولیوی دومی که باید وارد کنیم این هستش که از کجا یعنی در واقع توی چه فواصلی میخوایم اون کاراکترمون رو اضافه کنیم. خب بین فاصله هامون هستش که کالم در واقع فاصله رو میذاریم، کالم نه. و چه کاراکتری میخوایم بذاریم، دوباره توی دابل کوتیشن به علاوه و مساوی میزنیم، دوباره میکشیم پایین. خب تابع به این شکل شدش. خب ما الان URL همون ساختیم در قدم اول. کاری که باید بکنیم این که URL همون رو کپی کنیم و بیایم اینجا یه فایل درست کنیم، اسمش رو بذاریم URLs و اینو کپی کنیم همینجا، سیو میکنیم و همین دیگه. خب قدم اول رو انجام دادیم. در قدم دوم باید در واقع توی اسکرین فراگ کانفیگمون رو بسازیم و سیوش کنیم. اسکرین فراگ رو بالا میاریم، اگه بالا بیاد. خب اومد. خب میریم توی قسمت کانفیگوریشن. در قدم اول در قسمت کرالمون همه این تیکا رو برمی‌داریم، نیاز نداریم به هیچ کدوم. و توی قسمت اکسترکشن هم همه تیکا رو به جز پیج تایتل برمی‌داریم. پیج تایتل باشه. لیمیت رو کاری نداریم. رندرینگ هیچی. رندرینگ رو میتونیم بذاریم، میتونیم نذاریم، فرقی نداره. ریزالتش یکی هستش و روی همون تکست اونلی باشه بهتره. بعد قدم بعدی اسپیدمون هستش.
مکس تریدزمون رو روی 1 میذاریم و لیمیت یو آر المون رو روی 8 میذاریم که سرعت ریکوست دادن هر یو آر ال رو تنظیم کنیم که به سرعت این کار رو انجام نده. در قسمت بعدی یوزر ایجنتمون رو روی کروم میذاریم، روی فایرفاکس هم میتونیم بذاریم، حالا ما رو کروم میذاریم. قدم بعدی اکسترکشن هستش. اکسترکشن ما باید بیایم یو آر ال ها رو از قسمت اینجا اکسترکت کنیم. خب با این کار رو با استفاده از XPath انجام میدیم. XPath چی هستش؟ در واقع یک مایکل شمای کلی بخوایم داشته باشیم از این چجوری XPath رو ما می نویسیم. دابل اسلش رو اولش وارد میکنم که در واقع میگه که در حال حاضر در چه نودی هستیم. تگ نیممون هستش که خب تگ نیممون میتونه هر چیزی باشه، حالا H3 باشه، H2 باشه، تایتل باشه و در واقع این علامت کروشه هستش، اد ساین و اتریبیوت ما مساوی ولیو. XPath ها رو از طریق حالا یا کروم یا اکستنشن ها میتونیم ما به دست بیاریم، اما خب من ترجیحم اینه که به صورت دستی وارد کنم چون دقیق تر هست. یه وقتایی من نتیجه نمیگیرم با استفاده از اکستنشن ها و ترجیح این هستش که به صورت دستی خودم بنویسم. برای این کار هم ما فرضاً روی این تایتل اینسپکت میگیریم، کلیک راست میکنیم اینسپکت میگیریم و برای این قسمت ما میخوایم پیدا کنیم یه کنترل F رو هم میزنیم که این تبمون باز شه. خب طبق اون مسیری که گفتیم برای XPath ما دابل اسلش رو میزنیم که بگیم در حال حاضر در چه نودی هستیم و فرضاً ما الان اینجا میخوایم تایتل رو در بیاریم. میبینیم که باید H3 رو وارد کنیم در واقع که تگ نیممون هست و کروشه رو با میکنیم به همین ترتیب اد ساین و کلاس. میبینیم که این در واقع تگ نیممون اتریبیوتی که داره کلاس هستش، مساویه کوتیشن رو هم باز میکنیم و این کلاسمون رو کپی میکنیم. حالا اگه کپی بشه توی کوتیشن میذاریم و تگ در واقع با کروشه میبندیمش. چیزی که الان اونجا مشاهده میکنید اینه که 10 تا ریزالت پیدا که در واقع 10 تا ریزالت سرپ هستش و نشون میده که ما اکسپسمون رو درست وارد کردیم برای یو آر ال ها. و در قدم بعدی هم میتونیم در واقع بعدش یک اسلش وارد کنیم و میبینیم که تگ نیم بعدیمون اسپند هستش و اسپند رو هم بزنیم. البته من بدون اسپند رو هم تست کردم جواب میده، اما خب برای در واقع توی یه جاهایی نیاز هستش که ما وارد بشیم به تگ بعدیمون. به این شکل حالا ما یو آر المون رو میخوایم به دست بیاریم. فرضاً کاری با تایتل نداریم. به این شکل شما تایتل ها رو هم میتونید توی در واقع اسکرین فراگ به دست بیارین. میتونیم من بذاریمش یک XPath رو وارد میکنیم و این رو هم روی اکسترکت تکست بذارید. در قدم بعدی یو آر المون رو میخوایم به دست بیاریم. خب اینو پاک میکنیم، دوباره دابل اسلش و اینجا میبینیم که این یو آر المونه. از چه چیزی شروع شده؟ میبینیم که از یه دایو شروع شده با این کلاس. خب پس کلاسمون رو کپی میکنیم، دیویژن رو باز میکنیم، یعنی واردش میشیم
و کروشه رو باز میکنیم، کلاس رو وارد میکنیم و میبندیم. مشاهده میکنیم که وارد تگ دایو شدیم، اما خب اینجاست دوباره باید وارد شیم. یه تگ دایو دیگه داریم، یک تگ اسپن داریم بعدش و یه تگ ای داریم. ما الان وارد تگ ای همون شدیم. خب از این تگ ای چه ولیوی ما هست توی این تگ ای رو میخوایم؟ ما اتریبیوت href رو میخوایم و href مون هم به این شکل @href وارد میکنیم. خب ما الان URL اون رو هم به دست آوردیم، همین رو کپی میکنیم و اینجا ادش میکنیم الیکسپرس. این رو هم روی حالت اکسترکت تکست میذاریم. خب دیگه ما سگمنت رو هم میتونیم وارد کنیم. حالا من نمیخوام حالا واردش کنم، اما مثلا فرضاً کاری که میتونیم بکنیم این که بیایم سگمنت درست کنیم که توی چه ریزالت هایی URL ما هست و چه ریزالت هایی نیست. مثلا توی همین کاستوم اکسترکشن که درست کردیم URL contains فرضاً ما بگیم که همین تکنولایف مثلا تکنولایف اگر URLمون در واقع contains شد بیا با رنگ زرد نشونش بده. سگمنت همون حالا میتونیم اسمش رو عوض کنیم یا دوباره یکی دیگه اضافه کنیم، این رو در واقع اد کنیم، اسم اینو بذاریم مثلا my web site و اسم اینو هم بذاریم مثلا not found. بگیم که does not contain technolife یا رنگ قرمز نشونش بده به این شکل. حالا ما اینو نمیخوایم انجام بدیم، در واقع دیلیتش کنیم و دیگه کاری نداریم دیگه. خب در قدم بعدی باید بیایم در واقع این کانفیگی که ساختیم رو ما سیوش کنیم. میایم اینجا یه سیو از میزنیم، کانفیگمون رو سیو میکنیم و در واقع الان کانفیگمون سیو شد. بله این هم URLمون، این رو هم کانفیگمون. خب توی قدم بعدی باید بیایم که این رو روی اسکرین فراگ در واقع تایم بندیش کنیم که به صورت اتومات انجام بده. از این قسمت فایل اسکیجولینگ و یک اسکیجولینگ اد میکنیم. خب رنگ اسمش رو میذاریم رنگ ترکر، پراجکت نیم هم همین میذاریم. میتونیم ساعتش رو در واقع تعیین کنیم که دیلی باشه، مثلا هر روز ساعت، حالا ما فعلا روی همین گذاشتیم تا بعد تغییرش بدیم. استارت آپشن رو این رو روی حالت لیست میذاریم و لیستی که درست کردیم رو به URLs رو بهش میدیم. کانفیگمون رو در واقع لود میکنیم و این رو هم نیاز نداریم و API هم نیاز نداریم. اکسپورت رو روی حالت هدلس میذاریم که بتونیم اکسپورت بگیریم. کاری که باید بکنیم اینجا شما باید بیاین در واقع یک لوکال اوتپوت براش تعیین کنین که بدونین کجا سیو کنه و به این شکل هم میتونید شما در واقع ایمیلتون رو با استفاده از فیلتر شکن البته اد کنید و
اکسپورت هاتون رو روی در واقع گوگل درایو داشته باشین، از اون ورم در واقع روی شیت ساخته میشه و فولدر بندی هاش هم روی گوگل درایو هست. این رو هم به همین شکل باشه. خب اکسپورت تابز، چیزی که ما نیاز داریم با در واقع اکسپورت هایی که میخوایم، یکی پیج تایتل هست، این رو اد میکنیم و اکسترکشن هست و این رو نیاز نداریم. این رو هم میتونیم هم روی ما اکسل بگیریم، هم میتونیم روی گوگل شیت بگیریم. اینو ما بیایم یه کاری کنیم اینجا، در واقع بیایم بگیم که روی دسکتاپ یه فولدر بساز، رنک ترکر. این رو اینجا سلکت فولدر کنیم که توی اینجا بسازه و دیگه اینا رو هم که نیاز نداریم. خب اینا هم تنظیم کنیم که روی در واقع الان ساعت 8:40 هست. چهل دو اوکی میزنیم و میتونیم اسکرین فراگ رو ببندیم. حالا تایمش رو بسته چیزی که خودتون میخواین انجام بدین. من ویدیو رو پاز میکنم، منتظر میبونیم که این کرال انجام بشه. به صورت در واقع یه CMD باز میشه زمانی که میرسه و خودش این کار رو انجام میده. خب ما این ریزالت رو گرفتیم روی فولدر رنک ترکرمون. یک فولدر ساخته شد که در واقع تاریخمون و ساعتمون. این مهم هستش که خب ما روزانه باید بعد از اینکه این کار انجام شد بیایم دیتامون رو کلین کنیم. این دوتا فایل رو باز میکنیم، یکی این هستش که پیج تایتلمونه، یکی هم این اکسترکشن هامون هستش. خب اینجا رو که نیاز نداریم پاک میکنیم و توی این فایل بیایم در واقع میبینیم که تایتلمون در واقع کوئری هامون هستش. این کوئری ها رو میخوایم داشته باشیم و میذاریم یه تب جدید باز میکنیم، یک ستون جدید باز میکنیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که اینجا بزنیم قیمت گوشی نوکیا. خب این رو به پایین میکشیم تا آخر. بعد از این قسمت فلش فیل رو میزنیم و به این شکل خودش این تایتل هامون رو اینجا می‌نویسیم کوئری. این رو کپی میکنیم. حتی این پیج تایتل رو یک بار انجام بدیم دیگه دفعه بعد نیاز نیست انجام بدیم و فقط برای بار اول هست. خب یک ستون جدید میخوایم باز کنیم این شکل. کاری که باید بکنیم اینه که میایم از همین سلول اول انتخاب میکنیم تا آخر، کپی رو میزنیم و هر جا که میخوایم در واقع کلیک راست میکنیم، پیست اسپیشیال و در حالت ترانسپوز جای سطر و ستون ها رو عوض میکنیم. خب دیگه به اینجا نیاز نداریم، اینو میتونیم پاک کنیم به این شکل. این کوئری هامون هست، این نتایجمون هست. تایتل ها رو هم نیاز نداریم، پاکش میکنیم. یکیش موند. خب البته کاری که باید بکنیم اینجا بیایم این رو بذاریم رنک و
این رو هم 1. خب این رو روی نامبر باید بذاریم و به این شکل. خب و اینکه اوکی درسته دیگه. خب در قدم بعدی ما کاری که باید بکنیم اینه که میایم یه گوگل شیت درست میکنیم، اسمش رو میذاریم رنگ ترکر. این در واقع فایلی هستش که ما میخوایم وصلش کنیم به دیتا استودیو و این دیتا رو میایم همه رو کپی میکنیم همینجا. خب حالا کاری که ما باید بکنیم، حالا فرض بر این بگیم که مثلا ما فردا همین کار رو انجام دادیم و دوباره همین ریزالت ها رو کپی میکنیم اینجا مثلا. البته این ستون اول دیگه نمیخوایم و فقط این رو کپی میکنیم به این شکل پایین استراکچر. یه ستون هم میایم اینجا اضافه میکنیم هر روز، یعنی هر روز که یه اضافه میکنیم فقط باید آپدیتش رو انجام بدیم به عنوان دیت و این رو هم در واقع فرمتش رو میذاریم روی دیت. حالا نمی نویسه سی دستی می نویسیم 9 سی 2023. این رو به همین شکل نامبر میذاریم، بعد همه رو میذاریم روی در واقع دیت به این شکل. این رو هم دیگه میشه 10 دیگه میشه 10/1/2023. دوباره این رو روی فرمتش رو روی نامبر میذاریم همیشه میکشیم پایین و دوباره فرمتش رو روی دیت میذاریم به این شکل. خب ما الان در واقع فایل گوگل شیتمون رو هم ساختیم و میریم که در قدم بعدی دیتامون رو کلین کردیم وارد لوکر استودیو میشیم. خب رنگ ترکر رو میسازیم که این داشبوردش رو بسازیم. خب دیتا سورسمون رو اد میکنیم. دیتا سورسمون چیه؟ رنگ ترکر هستیه. خب دیتا سورسمون رو اد میکنیم اینجا، اسم رنگ ترکر شیت وان اد تو ریپورت رو میزنیم و دیتامون رو اینجا داریم. خب به این شکل توی قدم اول خب دیتا سورس همون که اد شده، دیت رو هم داریم و میایم دایمنشن هامون رو در واقع کیورد هم وارد میکنیم، کیوردهایی که میخوایم رنگش رو ترک کنیم. متریکمون رو میذاریم روی رنگ به این شکل و این رو روند در واقع دیت رو هم باید اد کنیم. دیت رو هم اد میکنیم. کاری که باید بکنیم اینه که ما میخوایم سورتمون بر اساس دیت باشه که روزانه 10 تا ریزالت اول در واقع حالا هر چه تعدادی که
خودتون ست میکنید رو ببینیم. بر اساس دیت میبینیم که این رو داره به ما میده، درست دیت رو شناسایی کرده و سورت دوممون هم روی رنک میذاریم که بیاد رنک رو به ما به این شکل از رنک 1 تا 10 بده. پس مشاهده میکنید که در واقع دیت همون درسته، رنک همون هم درسته و به این شکل. البته این رنک رو روی مهم نیست روی چی باشه، اما خب روی اوریج بذارین چون به این شکل. و اینکه این رو هم در واقع خاموش کنیم، نامبر هامون رو نمیخوایم نشون بده. یه کاری که اینجا میتونیم بکنیم اینه که بیایم کاندیشنال فرمتینگ بذاریم. به چه شکل؟ بگیم که مثلا وبسایت ما اینجا چیا میخوایم، مثلا ما زومیت رو میخوایم ترک کنیم، مثلا وبسایت ما زومیت هستش و کاندیشنال فرمتینگ میذاریم روی سینگل کالر. میگیم که روی همه کیوردایی که میخوایم باید بذاریم. مثلا کانتینز بود که اگه یورلمون شامل زومیت بود، بیا برای ما قیمت گوشی نوکیا رو به شکل زرد در بیار مثلا. بعد قیمت گوشی سامسونگ رو هم به همین شکل بیا برای ما به رنگ زرد در بیار. برای بقیه کیبورد ها هم همین کار انجام میدیم. کیبورد آخر قیمت گوشی نوکیا حتی فکر کنم وارد کردیم، چرا به این شکل در اومده؟ قیمت گوشی نوکیا، سامسونگ، شیائومی، نوکیا دوبار وارد، دو تا کیبورد نوکیا داریم. چرا؟ توی دیتا سورس همون اینجا نوکیا رو دوبار وارد کردیم. ایسوس. خب قیمت لپتاپ ایسوس زومیت به این شکل خب داریم. ما الان در واقع یک رنگ ترکر درست کردیم برای اینکه روزانه میتونیم کیبوردامون رو ترک کنیم. و حالا یک گزارش دیگه که میتونیم درست کنیم این هستش که ما بیایم برای هر در واقع کیبورد یک این رو هم بذاریم روی حالت 10 تایی که همون 10 تای هر روزمون رو نشون بده. حالا تعدادش رو خودتون بیشتر میتونیم کراک کنین. فرض رو برای 10 تا گذاشتیم. ما یک دیتای دیگه که میتونیم بگیریم این که بیایم یک چارت درست کنیم. در واقع یک چارت درست کنیم برای هر کیبورد. دیتامون که خب همون دایمنشنمون هست و این رو هم بذاریم روی مثلا قیمت لپتاپ ایسوس. قیمت لپتاپ ایسوس رو کیبوردهای مختلف رو میخوایم ترک کنیم. شما میتونید رقباتون رو در واقع ترک کنید، یعنی که بیاین فقط برای خودتون باشه که شلوغ پلوغ نشه. حتی این رو روی اوریج میذاریم، بذارین روی سام باشه که بعدش عوض کنیم ببینید چه اتفاقی میفته. فیلتری که ما باید بذاریم اینه که بگیم که اگر مثلا قیمت لپتاپ ایسوسمون کانتینز بود فقط زومیت، به این شکل فقط برای زومیت رو داریم. و البته اینم فرقی نداره روی سام یا اوریج باشه، فرقی نداره چون که یک دیتا بیشتر نیست. به این شکل ما روزانه میتونیم
حالا این رو هم میتونیم اسمش رو عوض کنیم، بذاریم فقط قیمت لپتاپ ایسوس رتبه. الان هم چه عوض نکرد، در واقع باید عوض بشه. حالا به هر جهت الان مشاهده میکنیم که 30 سپتامبر، 1 اکتبر، حالا ما چون دیتا رو کپی کردیم در واقع رتبه ها یکی هست. به همین شکل میتونیم برای کیورد دیگه مون هم بسازیم، حتی میتونیم برای رقبا رو داشته باشیم و بیایم توی آپدیت های مختلف رقبا رو ترک کنیم، ببینیم که چه تغییراتی داشتن. خب این رنگ ترکر رو خب شما با دیتا استودیو و سرچ کنسول هم میتونید بسازید، اما فرقی که اینجا وجود داره اینه که شما با استفاده از دیتا سرچ کنسول خب رتبه رقبا رو ندارید و مزیتی که در واقع این روش داره اینه که شما دیتای رقبا رو هم میتونید ترک داشته باشید، یعنی ترک کنید. خب آموزش به پایان رسید. مرسی که تا اینجا دیدین ویدیو رو. مسلما حالا همه اساتید و دوستان این روش رو بلد بودن. این آموزش رو درست کردم که حالا اگه کسی موقع اول راه بلد نیستش میتونه از این روش استفاده کنه. ممنونم و خداحافظ شما.